مادری پیر میگه فرزند نصیحت کرد بچم بیشی امروز ما پیر شدم ما گپ میزنم خطی تو بعضی کلمه های مرا نمیفهمی ناراحت نشو بچم زیرا زمانی با تو هم گپ میزدی هیچ کس نمیفهمید من میفهمیدم امروز ما افقاد میخرم لباسام چرکین میکنم مرا جنجال نکن زیرا زمانی با تو هم لباسات افلاس میکردی من میشوشتم و تازه میکردم بچم امروز مرا گشته نمیتونم ای دستی مرا کشیده نبر زیرا زمانی با تو هم راه گشته نمیتونستی من قامت بلند خم میکردم دستای تو را میگرفتم و آغوش میکردم و این روز مرا در بستر مرگ دیدی بچم برای مرگ من گریه نکن زیرا روز مرگ بالای تو هم میآید ببین و مادر میگه نالیشش دردش زیاد شد فرزند به سیاست آمد گفت نمیشه مادر آواز تفس کنی تو نالیش داری مرا خواب نمیبره کلین تا خواب نمیبره نبیرو تا خواب نمیبره مادر ایزار گفتن میلش لحظه و ساعتها صدای مادر خاموش فرزند به راحت خواب رفتن و سحر خیستن مادر از دنیا گذشته